به نام خدا. سلام درود خدمت همتان. آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. اما بعد دوستا قرار که ما اطلاع یافتیم صفحه فیسبوک اداره ملی احصایه و معلومات، البته صفحه رسمی فیسبوک شان هک شده ای که جزئیات از چه قرار است ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستا دوباره خوش آمدین. اگر میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در کانال یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین، پس کانال خود را سابسکرایب نمایید. خب دوستا قراره که ما معلومات به دست آوردیم و همچنان اکثریت خبرگزاری های افغانستان و منطقه به او پرداختن این است که صفحه فیسبوک اداره احصایه ملی افغانستان هک شده. قراره که شما اینجا مشاهده میکنین دوستا به این خبرگزاری افق همچنان پرداخته که تصویری که اینجا مشاهده میکنین دوستا این صفحه رسمی اداره ملی احصایه و معلومات می باشه. قرار که مشاهده میکنین اینجا هک شده و جزئیات بیشترش در قسمت البته خبرگزاری افق میخوانم براتون که چی شرح هست. خب اینجا قرار که شما مشاهده میکنین دوستا خانگوی اداره ملی و احصایه و معلومات در گفتگو با افق تایید کرد که صفحه رسمی فیسبوک این اداره هک شده است و همچنان به ادامهش گفته دوستا که روبینا شهابی خانگوی اداره ملی احصایه و معلومات گفت که از روز پنجشنبه 5 سرطان به این سو صفحه رسمی فیسبوک این اداره در کنترل هکر است و اطلاعات و ویدیوها به زبانهای خارجی نشر میکند. او افزود تلاش‌ها برای دستیابی دوباره به این صفحه جریان دارد و همچنان اینجا به ادامهش در پاراگراف بعدی گفته دوستا خانم شهابی افزوده هنوز روشن نیست که صفحه رسمی فیسبوک اداره ملی احصایه و معلومات از کدام کشور هک شده است. میشد پست‌هایی که پس از هک این صفحه منتشر میشود اغلب به زبان تایلندی میباشند که نه تنها البته خبرگزاری افق به این پرداخته بلکه اکثریت خبرگزاری به این خبر بسیار ارزنده و مهم در بخش تکنولوژی در افغانستان پرداخته و همچنان اینجا شما اگر تصویر مشاهده بکنید دوستا این البته صفحه رسمی اداره ملی احصایه و معلومات که دارن در فیسبوک است. البته صفحه اصلی اداره ملی احصایه و معلومات در فیسبوک است. قسم شما اینجا مشاهده میکنین دوستا که وریفای شده و پابلیک اند گورنمنت سرویس است که تقریبا پیش از 1,65,000 فالوورز یا لایکر داره، اما بدبختانه که فعلا هک شده و همچنان معلوماتی که در این صفحه بیشتر نمایش داده میشه اغلب گفته میشه که زبان کوریایی و یا تایلندی است. خب ولی تنها نگفتن نباید گذاشت دوستا که تنها صفحه فیسبوک اداره ملی احصایه و معلومات هک شده بلکه سایتش هک نشده و وبسایت قابل دسترس است و فعلا در کنترل اداره احصایه ملی و معلومات میباشه. و همچنان اگر در صورت که شما بخواید وارد صفحه اصلی فیسبوک اداره ملی احصایه و معلومات شوید از این قسمت دوستا خب پایینتر اگر ما شما اسکرول بکنیم از این قسمت دوستا اصلا قابل دسترسی نیست. تا صبح امروز که من فکر کردم این صفحه قابل دسترسی بود اما فعلا این لینکش از بین رفته. اینجا شما مشاهده میکنین دوستا که نوشته this page is not available که این پیج یا صفحه فعلا قابل دسترس نیست. the link you followed may be broken. یعنی لینکی که شما میخواین تعقیب کنین فعلا شکستایی از بین رفته و the page may have been removed و یا میتونه که صفحه از بین رفته باشه. یعنی این مشکل ایجاد کرده. اگر در صورت که شما سرچ هم بکنین دوستا البته ریاست های احصایه و معلومات ولایت های مختلف افغانستان درست هستن مثل پنشیر، بامیان، اینا تمامش قابل دسترس است، اما صفحه اصلی و اورجینال عمومی اداره احصایه و معلومات فعلا قابل دسترس نیست. خب این بود موضوعی که امروز میخواستم معلومات شما به اشتراک بگذارم که در قسمت سکیوریتی و همچنان امنیتتان بسیار مواظب باشین، البته در فضای مجازی و یا سایبر. جهان سپاس و امتنان از نگاه های گرمتان. اگر میخواین از آخرین جزئیات و معلوماتی که در کانال یوتیوب برای شما اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنید، پس کانال خود را سابسکرایب نمایید. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.